سلام، اسم من نگینه. اینجا هم نویسندگی خلاقه. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید. امروز با هم دیگه میخوایم یک مسیری رو شروع بکنیم و ادامه بدیم که اون افرادی که دلشون میخواد نویسنده بشن و هیچ ایده‌ای ندارن که چی بنویسن، یا افرادی هستن که نویسنده هستن ولی کلی نوشته ناتموم دارن و سری میرن سراغ نوشتن یک داستان دیگه و خب شاید نمیدونن که چجوری شروع بکنن، ادامه بدن و پایان بندی داشته باشن. این سری اپیزودها خیلی به دردشون میخوره و من قراره که هر هفته به صورت در واقع یک روز در هفته ویدیوهایی رو براتون بذارم که مرتبط با آموزش نویسندگیه و از ابتدایی ترین حالت ممکن هم میخوام شروع بکنم که ما باید چه مسیری رو طی بکنیم که در نهایت بتونیم نویسنده بشیم، نویسندگی رو یاد بگیریم و به چیزی که دلمون میخواد در نهایت برسیم. پس توی این اپیزود با من همراه باشید. بذارین قبلش یه داستان جالب بهتون بگم. زمانهای خیلی قدیم به کسایی که می نوشتن و در واقع میشه گفت که نویسنده های اون زمان بودن لقب پیامبر رو می دادن، چون مردم عادی فکر میکردن که نوشتن خیلی کار سختیه و کار هر کسی نیست و این افرادی که می نویسن پس یک قدرت مابعالطبیعه دارن. و بعدها که گذشت مردم خودشون رو با استعداد نویسندگی توجیه کردن که گفتن که کسی که می نویسه حتما یک استعداد ذاتی، یک دوباره قدرت مابعالطبیعی داره که بهش میگن استعداد نویسندگی، که ما نمیتونیم داشته باشیم، ما نداریم حتی اگر علاقه داشته باشیم به این کار. ولی باید بهتون بگم که نویسنده های خیلی بزرگ هم اصلا از کلمه استعداد نویسندگی بر خودشون تا به حال استفاده نکردن که بگن که من استعداد نویسندگی داشتم و مثلا شدم یک نویسنده معروف. و در واقع نویسندگی یک مهارتیه که مدت‌ها تمرین و تکرار میخواد و خیلی مهمه که شما ابزارش رو در دست داشته باشین و نترسین و بالاخره شروع بکنین. و نویسنده های خیلی بزرگ هم همین مسیر رو طی کردن که یک علاقه‌ای داشتن، ابزار رو در دست داشتن، هی نوشتن، تمرین و تکرار کردن و در نهایت تونستن که آثاری رو خلق بکنن و اون میگم ثمره سالها تلاش و تمرین و تکرار بوده. و شما هم به عنوان یک آدم عادی که شاید الان آدم عادی باشین، بعداً به یک نویسنده مشهور تبدیل بشین، در ابتدا باید بدونین که تمرین و تکرار، داشتن ابزار و اینکه دلتون بخواد برین سراغ اینکه آموزش نویسندگی رو در واقع دنبال بکنین و یاد بگیرین، یعنی اینکه شما یک قدم در جهت علاقتون برداشتین و همین فعلا کفایت میکنه تا بعد بتونیم بریم ببینیم که تکنیک های نویسندگی چیا هستن. نویسندگی سخته ولی اصلا نگران نباشین، به خاطر اینکه ما آدم ها قادر هستیم که صحبت بکنیم و این صحبت کردن رو ما با آموزش دیدن به دست نیاوردیم. هر آدمی در زمان کودکی وقتی توی یک عضوی از جامعه یا همون خانواده بوده، از در واقع گوش کردن و صحبت کردن بقیه تونسته که زبان رو کسب بکنه و صحبت بکنه و در نهایت میرسیم به اینکه خب وارد یک سنی میشیم که میخوایم بریم مدرسه و خوندن و نوشتن یاد بگیریم و برای نوشتن پیش زمینش اینه که ما حروف الفبا، ساختار جملات، کلمات، ترکیب کردنشون، همه اینا رو بلد باشیم. ولی در نهایت نویسندگی فقط به اینا ختم نمیشه که ما بلد باشیم بنویسیم، حروف الفبا بلد باشیم، ساختار جملات بلد باشیم، فقط به همچین چیزایی ختم نمیشه. توی نویسندگی یک نکته خیلی ریزی وجود داره و اونم اینه که نویسنده باید بتونه که به سوالاتی که ممکنه تو ذهن خواننده ایجاد بشه پاسخ بده. یک موقعیتی رو فرض بکنین که یک جایی هستین، با یک دوستی دارین صحبت میکنین
و خب توی اون صحنه شنونده وجود داره و اگر چیزی رو متوجه نشه میتونه سوال بپرسه و شما هم میتونین در لحظه بهش جواب بدین و برای شفاف سازی بکنین. ولی توی داستان شما نویسنده رو کنار خودتون ندارین که یه چیزی رو خوندین به این که خب من اینجا برام سوال پیش اومد. شما باید داستان رو بخونین تا در نهایت جواب سوالتون رو بگیرین و این تمامش برمیگرده به مهارتی که نویسنده توی نوشتن باید داشته باشه که بتونه به چالش ها، پرسش ها و هر چیزی که ممکنه در ذهن خواننده ایجاد بشه پاسخ بده. در واقع شما موقع نوشتن باید به چنین سوالهایی پیش خودتون پاسخ بدین که خواننده چقدر از پیامی که من سعی داشتم توی متنم برسونم رو فهمیده و آیا اینجا براش سوالی ایجاد میشه. بهتر نیست که من مثلا پاسخ این سوال رو زودتر بدم یا به این فکر کنیم که نکنه مثلا خواننده نسبت به این مسئله‌ای که من در موردش صحبت میکنم اطلاعاتی نداشته باشه و براش مبهم باشه و گنگ باشه و ادامه داستان رو نفهمه. بهتر نیست که قبلش یه سری اطلاعات بدم. از چه کلماتی استفاده بکنم، جملاتم بلند باشه یا کوتاه باشه، چه مدل در واقع سبک بیانی رو برای نوشتنم انتخاب بکنم، خیلی ادبی باشه، شعرگونه باشه یا خیلی محاوره‌ای و خودمونی باشه. تمامی اینها سوال هایی هستن که شما به عنوان یک نویسنده قبل از اینکه بخواید نویسندگی رو شروع بکنین بهش فکر کرده باشین. یعنی اصلا قبل اینکه اون ایده به ذهنتون برسه که خب راجع به چی میخواین بنویسین، به تمامی این زوایا باید دقت کرده باشین و وقتی شروع میکنین بنویسین به تمامی این سوال ها موقع نوشتن پاسخ بدین. چون نوشتتون رو دارین برای کسی مینویسین که نمیشناسینش و اون فقط یه نفر نیست، هزار نفر ممکنه که کتاب شما رو بخونن و این حس باید به لحاظ نویسنده به خودتون دست داده باشه که اوکی من به همه چی پاسخ دادم، جای ابهامی نبوده و چیزی که نوشتم قابل فهمه و آدما میتونن باش ارتباط برقرار کنن. خب ممکنه این سوال ایجاد بشه که چرا مینویسیم و هر کسی ممکنه که دلایل شخصی خودش رو داشته باشه برای اینکه چرا میخواد نویسنده باشه، چرا اصلا مینویسه و به نویسندگی علاقه داره. خیلی ها ممکنه که دلیلشون این باشه که میخوام از شر افکار تو ذهنم خلاص بشم، میخوام آدم معروفی بشم، میخوام پولدار بشم، میخوام حس بهتری داشته باشم. تمامی اینها دلایلی هستن که ما به عنوان یک نویسنده میتونیم داشته باشیم و هزاران دلیل دیگه. ولی خب خواننده اصلا به این چیزا اهمیت نمیده و خواننده براش مهمه که اون هم با خوندن اون کتاب حس بهتری رو بگیره، ولی خب سرگرم بشه و اوقاتش رو با کتاب خوندن بگذرونه. و اینجا میرسیم به یه نکته مهم، این که ما دلایلمون رو برای نویسنده شدن و نوشتن یک داستان باید برای انگیزه دادن به خودمون حفظ بکنیم و بیشتر به این سوال جواب بدیم به جای اینکه بگیم چرا می نویسم. باید از خودمون بپرسیم که چرا خواننده میخواد این داستان منو بخونه. و شما وقتی که اهمیت بدین به خواننده، مسیر نویسندگی با تمام چالش ها و پیچ و خم هایی که داره و هر در واقع سختی که میتونه براتون داشته باشه، به نظرم براتون راحت تر میشه و راحت تر میتونین اون چیزی که توی ذهنتون هست رو بنویسین، چون در نهایت قراره که خواننده های اون رو بخونن و این سوال باید برای شما ایجاد بشه که اون چرا میخواد این کتاب منو بخونه. تو فرآیند نوشتن تو هر قسمتی که مینویسیم باید خودمون سوال بپرسیم که آیا این قسمتی که نوشتم خواننده‌ام متوجه منظورم و پیام تو متن شده؟ آیا جنبه سرگرم کننده‌ای برای خواننده داشته؟ آیا جای ابهامی نیست توی این متن؟ میتونم مثلا برم فصل بعدی یا بخش بعدی رو بنویسم؟ یعنی هی با خودتون باید چک بکنید. و خب ما میگم حالا اگر فقط رمان و چیزهای داستانی مینویسین، اینا باید خیلی براتون مهم باشه که خواننده چه حسی میگیره، چه پیامی بهش منتقل میشه و چرا میره که اون کتاب رو بخونه. اگر مثلا دروس خب کتاب‌های دانشگاهی و دروس دانشگاهی باشه یا مقاله باشه و
چیزای حالا به اصطلاح خشک و علمی باشه، خب اینا خیلی حوصله سربرکسل کننده است برای آدما و کسی که دانشجو باشه باهاش درگیره بیشتر. ولی وقتی یه کتاب وقتی که جنبه عمومی داره و آدم ها توی جامعه به سمتش میرن که اون کتاب رو صرفا برای سرگرمی بخونن، ببینن داستانش چیه و اوقاتشون رو بگذرونن، این برای نویسنده های اون داستان باید مهم باشه که خواننده‌ای که میخواد کتابشون رو بخونه در واقع به چی فکر میکنه، چه حسی داره و چرا اومده که این کتاب رو بخونه. خب سوال بعدی اینه که نویسندگی سن خاصی داره؟ باید بهتون بگم نه، از همون سنی که دیگه شروع میکنین مینویسین و میخونین در کودکی میتونین داستان بنویسین. البته نوشتن توی کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان خب خیلی فرق میکنه. کودکان و نوجوانان میتونن هرچی که دلشون خواست بنویسن و شاید به آموزش خیلی سفت و سختی هم احتیاج نداشته باشن، ولی میتونه که یک مربی کنارش باشه که اشکالاتش رو بگیره با اینا. ولی خب تو زمینه بزرگسالان آدم خوبه که خودش رو به روز رسانی بکنه، کتاب بخونه، بیشتر یاد بگیره و با تکنیک‌های نویسندگی بیشتر آشنا بشه تا بتونه یک متن پخته و بالغی رو در واقع ارائه بکنه و بنویسه. و باید بهتون بگم که نه، نویسندگی سن خاصی نداره، فقط شاید تو سنهای بالاتر یکم چالش ها و سختیاش بیشتر باشه برای اینکه شاید قدرت یادگیری اومده باشه پایین تر و احتیاج باشه که ما وقت صرف بکنیم برای اینکه یک سری آموزش ها راجع به نویسندگی ببینیم. توی این قسمت یه پرانتز باز بکنم بگم که من و حسام با هم دیگه یک پادکستی داریم به اسم نیو لاین که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. بخش اول اون پادکست رو اختصاص دادیم به آموزش نویسندگی به کودکان و اگر مخاطبین ما مادر پدرهایی هستن که شاید خودشون علاقه دارن به نویسندگی و بچه هاشون هم همینطور، میتونن که اون پادکست رو در واقع بخش اولش رو گوش بدن. ما اونجا هم به این اشاره کردیم که نویسندگی سن خاصی نداره و شاید حتی یه بچه دلش بخواد نویسنده بشه و چجوری میتونیم اون رو تشویق بکنیم که نویسنده بشه و داستانهایی رو بنویسه. خب میرسیم به سوال آخر که ممکنه خیلی از خودشون بپرسن که آیا من اصلا استعداد نویسندگی دارم یا از کجا بفهمم استعداد نویسندگی دارم؟ من بهت میگم قبل از اینکه به این سوالا جواب بدیم بیایم به 3 تا سوال جواب بدیم. یکی این که آیا من به خلق کردن علاقه دارم؟ آیا من به نوشتن علاقه دارم؟ و مهمتر از همه، آیا من حرفی برای گفتن دارم؟ اگر جوابتون به این 3 تا سوال مثبت بود یعنی اینکه شما در مسیر نویسندگی هستید. ولی اگر جوابتون منفی بود اصلا نگران نباشید. با تمرین و تکرار، با آموزش دیدن و در دست داشتن ابزار نویسندگی شما هم میتونید در مسیر نویسندگی قرار بگیرید. و خب نویسندگی با تمام سختی ها و چالش هایی که داره خیلی لازمه که براش تمرین و تکرار بشه و شاید ساعت ها، روز ها، سال ها وقت گذاشته بشه تا شما بتونین که یک اثر خیلی موندگاری رو خلق بکنین. و این بود از این اپیزود که به صورت خیلی ابتدایی و بیسیک من سعی کردم که به یه سری سوالات جواب بدم که در ابتدای نویسندگی ممکنه برای هر کسی پیش بیاد و توی اپیزودهای بعدی همینطوری قدم به قدم میریم جلوتر تا بتونیم مسیر نویسنده شدن رو با هم دیگه طی بکنیم. مرسی که تا اینجا اپیزود با من همراه بودین. دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.